رفقا، حالتون چطوره؟ اومدیم با یه چالش با 50,000 تومان 12 ساعت رو طی کنیم، ولی دفعه من تنها نیستم، با یکی از دوستان اومدم. من مامان هستم و از چنل ماهانکاتو اومدم. دومین ویدیویی که فیس ریویل کردمه همین دیگه. اومدیم توضیح بازی رو بدیم. بریم. توی چنل ماهان هنوز فیس ریویل نکردیم. این ویدیو یه هفته قبل از اینه، چون ما دیگه اومدیم این ویدیو رو بگیریم تا ادیت و این داستاناش، به خاطر همین دیگه طول کشید. توضیحات بازی میگه که ما نفری 50,000 تومان پول آوردیم، باید 12 ساعت با همین 50 تومان صرف کنیم و آخرم هر کی بیشتر از پولش مونده باشه برنده مسابقه است. منم حالا معلوم میشه دیگه. قانون اینجوریه که تو صبحونه صبحونه و ناهار رو عصرونه و جام، حالا از اختیاریه. ولی حالا هر چیزی هم حتما باید یه چیزی بگیر. حالا شده یه آدامس، ولی کمترین هزینه رو باید توی هر قسمت بکنی. دیگه این بودش از توضیحات. هم دور میشیم میریم صبحونه اون داستانا رو انجام میدیم و دوباره میریم سمت هم حالا میشینیم بازی این داستانا رو میکنیم و دوباره حالا برمیگردیم، چون تا ساعت 10 شب، الان ساعت 10 صبح تقریبا، درسته؟ 10 صبح تا 10 شب دیگه با ما باید میچاله شده فعلا. خب فقط از هم دوباره شدیم این پشتر منه. بعد میرم بالا سمت مغازه یه خوراکی چیزی بگیرم واسه صبحونه، بعد دوباره سمت هم برمیگردیم دیگه تا ساعت 1 1:30 2 دوباره جدا میشیم میریم حالا دورمون رو میزنیم دیگه تا 10 شب دیگه روند. الان من میرم نمیدونم حالا یا شیر و کیک میگیرم یا یه شیر خالی میگیرم، یا بالاخره صبحونه است، چیز خرج زیادی هم نشه برای همین داستان پول. خب ما بریم، رسیدم مغازه دوباره واسهتون فیلم میگیرم. بچه جدا شدیم، اینا اینجاست. با 50 تومن پول میتونیم زندگی کنیم. واقعا نمیشه دیگه. ایرانه دیگه، ایران 50 تومن. ولی من یه نظری دارم، یه نظر خیلی خاصی دارم، اینکه چی بخریم. صبحونه من میخوام نون بخرم. اگه نرفته باشه میخوام نون بخرم. نونم که نمیدونم قیمتش واقعا یادم نیست، ولی هر چی باشه ارزون ترین چیزی که حال حاضره تو ایران و سیرم میتونه بکنه نونه. بعد الان داره دوربین نگاه میکنم، ولی الان دارم تصویر نگاه میکنم، یه جوری انگار کجم. الان دوربینم، بریم اول نون رو بخریم برای صبحونه. واقعا الان گوشتم میشه، صبحونه نخوردم. فکر نون مایه باشه ساچنده استفاده میگه. خدا کن تعقیب نکرده شما رو. این یاسین جرزن زیاد میکنه. حالا ساعت دیگه میشه 11 بله. واقعا نمیدونم، هی دارم سفر رو نگاه میکنم، اشتباه میکنم. الان دارم دور رو نگاه میکنم، یکم راه دوره. مثلا خسته شدم. حواسم آبم ما بخرم. آب مهمه. قرار 12 ساعت زندگی کنیم دیگه، از ساعت 10 صبح تا 10 شب. همین دیگه. برم موقع خریدم شاید نشون بدم ویدیو رو بگیرم. من نزدیک مغازه شدم اینجا. با ایران که با 50,000 تومان که چیز خاصی بیشتر نمیشه خرید، تو سریع تموم میشه دیگه. الان یه چیپس بخری 50 تومان تموم شده. حالا من میخوام یه ایده آدامس چیزی بگیرم برای یه چیز، برای اینکه فقط بگذره دیگه مثلا. بعد برای ناهار میخوام بیشتر هزینه کنم. برای ناهار میخوام یه دونه فلافل بگیرم با یه نوشابه. بریم و دور بعد. خب ما داریم وارد سلام آقا رضا. سلام. آدامس دارید؟ حالا از این بخشید من آدامس رو گرفتم 2,000 تومان تا الان خرج شد. البته 2,000 تومان که به حساب نمیاد، چون رفتم اونجا دیگه خورده نداشت، مجبور شدم کارت کشیدم. حالا من 2,000 تومان ولی هیچ چالش کم میشه. خب میریم واسه ادامه. یه آدامس بزنم صبحونه برمیگردم سمت ماهان. برای ماهان رو کجاست؟ من باش قرار گذاشتیم که کجا برگردیم، هم گردم باش. اگه میخواید بازم از این چالش‌ها خیلی بیشتر بریم، چه آفتابی افتاد، چالش‌های بیشتری بریم، با شما بیشتر همراه باشیم، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و این زنگوله بالا رو فعال کنید که هر موقع من ویدیو میذارم مطلع بشید و سریع بیاید نگاه کنید. تو حتما تو کامنت هم بهمون بگید که چه چالشایی بزنم براتون. حالا ولاگ‌های بیشتری هم تو راهه. ما بریم سمت جایی که قرار گذاشتیم، دوباره میگم. چون یه نون گرفتم دیگه، اینقدر قیمتش کمه یارو دیگه منصفاض در بود پول نگرفت. الان هم 50 تومان دارم، ولی احتمالاً حسابش رو کنیم دیگه، شاید کم بشه از پولم. نون دونه 500 تومانه، 500,000 تومان. آره دیگه. برم یه سوسیسی یه چیزی بگیرم، الان لاش بزنم. نون خالی نمیشه خورسی شدم. بقالی که رفتم متاسفانه خورد نداشت، نمیتونست 50 تومان خورد کنه دیگه. یه سوسیس با بگیرم. البته من سوسیس چند دفعه 10 تومانه زیاده، نباید بخرم دیگه سوسیس. نون سس با سوسیس
شد 10 تومن. یعنی الان من یه جوری 40 تومن دارم. نمیدونم واقعا یاسین چه خرجایی کرده دیگه. اینجا بشینیم بخوریم یه کاری نمیشه کرد. راه قیافه معلوم نباشه ولی دارم سوسیس باز میکنم. به زور باز نمیشه. ما مجبوریم دندون خودمون استفاده کنیم. آفریننده خدا این خدا دندون داره دیگه. باید استفاده کنیم. دندونم ترکیدیم باز نشد. باز شد. مثلا این آشغال نگه می‌داریم. من آشغالی بود که آدم تمیزی هم نه. چیکار می‌کنی؟ یه دقیقه من بهتون نشون بدم. اینجا ای دیده میشه یه دو تا سوسیس اینجا نصف کردم اینجا. یه سس هم می‌ذارم بهشون می‌خورم دیگه. همین کار نمیشه کرد. من خوردن نشون بدم نه نمیدونم ولی حالا من میرم. خب من دارم میرسم اینجا سیداییه که هستش سکون دونه ولی کنم بهتون نشون بدم. ما اونجا قرار گذاشته بودیم اون 4 تا اونجا بشینیم دیگه 4 پای چیه ولی دیگه آفتابه اونجا میشینم اینجا تا منتظر ما بیاد. خراب شب خودتون میگین حالا چوری میخورم. از ساندویچ گنده شده. ولی حالا اول یه جور نصفش کردم. یه جور نصف اینو میخورم بعد نصف دیگه‌شو میخورم. اینطوری شاید 2 تا گاز باید نصف اینو بخورم. الان دارم به سمت یاسین میرم. گفتش که قراره ریسک بازی کنیم. ریسک ایرانی خیلی بازی باحالیه. اینجوری میشه نصفش بازی کنیم. بچا سوسیس افتاد. واقعا ناراحتم از همچین لحظه‌ای بمازم. واقعا اصلا هر کی اینو ببینه میگرخه. ابر نون نورسی کردم. حالا خوشمزه سالیم. الان گوشت باشه خوشمزه است. ما نخوریم چی نخوریم هیچ خیونی. خدا نهار رو به خیر کنه. حالا دارم میرم تا برسم حداقل تموم شد. الان یاسین معلوم نیست ولی اون ته خیلی اون ته وایساده رو تاپ نمیدونم داره آب میخوره هر چی هستش. من یه زحمت کشیدم نون هر گلوم بزن رفت پایین. ولی خوب حالا سس گرفت نه یه به فکرم رسید سس بگیرم. آره دیگه همین میگیرم. قراره بریم ریسک بازی کنیم. شب فیلمم ببینیم از ریسک. الان فیلم نشستم فعلا یه سری توضیح در مورد نهار بدم. نهار میخوام یه فلافل بگیرم با یه آب که دیگه هرزیاری نشه برنده بشیم. حالا فلافله یه جایی هستش میشناسم اونجا 15 تومن میده. میخوام یه فلافل بگیرم و یه آب دیگه همین. حالا تا ماهم بیاد من اینجا بسام صبر کنم میخوام 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه برسه اینجا. مثل اینکه ماها رسیده بذار بهتون نشونش بدم. مثل که اونم داره من نشون میده چون دستشو دارم میبینم. این هاش از اون ده داره میاد. کام داشونم الان داره ویدیو میگه داره من نشون میده احتمالاً چون داره حرف میزنه مثل اینکه درسته. بله خب بیا ببینیم چیه خبره. خب رسیدیم شهر رفقا. الان ما اومد. الان ما میشینیم اینجا تا ساعت 2 اینا دوباره بلند میشیم میریم بریم واسه نهار دوباره برمیگردیم فعلا. آره الان ساعت چند دقیقه 12:30 ساعت 12:30 نیم ساعت دیگه میریم سمت نهار جدا میشیم دوباره نهار رو میخوریم دوباره با هم حرف میزنیم دیگه تا بعدش. آره بریم تا ساعت 1 کنیم. حالا اصلا جدا شدیم ما میبره این خوش ببینیدش. آره نه تصویر معلومه. بریم من تو رسیدم نزدیک شدم دوباره یه تیکه دیگه میگم. ای بابا ساعت 1 شده دیگه یه جوری تایم نهاره دیگه. الان جدا شدیم همین الان دیگه اینا ساعت هم خواستی ببینیم به بریم دقیق ساعت 1 هر دیگه من نمیدونم چون که غذا خیلی سنگینی خوردم نیاز نیستش که نهار چیز سنگینی بخورم دیگه. تاشی آدماس میگم که فقط حساب شه که نهار خوردم من برم تو بخرم بیام. ای بابا آدماس هم گرفتی دیگه طعمی دیگه ای داشتش ولی من حالا تا فعلا آدماس شیک نانایی بهترین شیک گرفتم که فکر کنم 8 تومن. این 2 تومن هم الان استفاده شد 8 تومن مونده. یعنی 8 تومن 38 تومن 38 تومن مونده. بذارم بله بذارم جیبم. خب دیگه این هم ناهار ما ناهار شیک و مجلسی داریم. واقعا هم شیکه اسمش شیکه بنازم. هیچی مثل این ناهار نمیشه. باش داره زندگی میکنه بچگی مودش. خب دیگه برم بخورم بیام دیگه دیگه خوردن نه نمیدونم گوشی کجا بذارم. میخوام بذارم تو جیب سر همون با قطع شه دیگه ویدیو دیگه. تا فعلا 2 تا آدامس خوردم 2 تا دیگر میخورم تا یاسین نیومده. اونم رفته نهار خودشو بگیره و بخوره. بعد زنگ میزنیم یا بیایم پیش هم دیگه یا اینکه این نیومدین هم میتونیم خودمون بازی کنیم یا چند تا بازی گوشی کنیم اینا. همین آدامسا تا فعلا بخورم.
بنازم ویو نکن من کشیدم باور کن دو تا آدم دیگه هم بخوریم دیگه بنازم بنازم آشغالی دیگه هست که باور نهاره من نمیدازم آشغالی هم نشون میدم بهتون بفهم آشغالی آشغال آدامس به سمت آشغالی بنازم بیا بالا خب الان ما سمت میدون بازار دومیم سمت این پولی که این بالا سره یه سری هم بچه ها مدرسه دردی شدن پنجشنبه است خلاصه مدرسه داشتن می اومدن داشتن فوتبال بازی میکردن برگشت بهتون نشون میدن برم فلافل بگیرم یه فلافل بگیرم گفتم که اول ویدیو هم گفته بودن اگه چقدر سر صدا میکنن اینا یا فلافل بگیرم و یه آب بعد برگردیم بریم سمت کوه پلیس اونجا دوباره میخورم چون دیگه تو خیابون اونجا نمیشه یا اونجا میخورم که بیتا راحت ویدیو هم براتون بگیرم اینجا همچین مردم اینجوری نگاه میکنن انگار چی هست چیکار دارم میکنم ما اومدیم سمت اونجا بگیریم گرفتم من این فلافل الان 35,000 تومان از پول باقی مونده 15 تومان الان خرج فلافل شد حالا باید یه آبی چیزی بعدش بگیرم نمیدونم منو درست میگی یا نه بخاطر آفتاب ولی نمیدونم دیگه حالا فکر نمی‌کنم اونقدر درست بگیرم حالا میریم اونجا فلافل رو میزنم رسیدم دوباره بهتون ویدیو رو دوباره بعدش شروع کنم بچه‌ها رو ببینید چرا بچه‌ان دیگه دوباره نشستن دعوا کنن سر چی حالا سر فوتبال بس دیگه خدایی از بس که نهار سنگین خوردم خیلی نهار سنگینی بود سر همون از 1 شد 1 و 5 دقیقه تو 5 دقیقه هم نبود 2 دقیقه آدامس خورده شد خیلی راحت آدامس هم غذا خیلی سنگینی حتما بخورید سیری تا شب هنوز به خرج اصلی اون نرسیدیم آب هیچی مثل آب نمیشه واقعا آب نباشه که زندگی نمیشه کرد اما همه تشنه نیستش و نمیخورن آب خونک اصلش میچسبه اگه الان میخریدم مطمئنم باید نگه می‌داشتم داستان میشد دیگه سر همون گرم میشه دیگه نمیشه خوردش الان اینجا آبخوری زیاد داره بعد یه قانون گذاشتیم که آبخوری از آبخوری نمیشه خوردش سر همون نمیتونم بخورم متاسفانه واقعا نمیدونم چه کنم ساعت 1 بعد تا ساعت 10 شب ما بیرون باشیم فقط تنها کاری که میتونم ازش فیلم بگیرم شامه یا مثلا میتونم عصرونه هم بخورم یا اونقدی گوشتنی که بخوام عصرونه بخورم یه شام با فیلم بگیرم همین دیگه نمیدونم واقعا از کجا زندگی ما فیلم میگم راه میرم بیکارم اگه همینجا سرساده ولی میتونم بگم که این ساعت چنده ساعت 1 و ربع آره دیگه واقعا نمیدونم راه بیرون که فعلا باید اینجا بشینم تا بیاد دیگه من برم ما رسیدیم کوه پلیس پروژه اینقدر به خودی 15 تومنه ولی بازم در کل چیز خوبی هم این هم ماهان خوبی هست قرار شدش که چیه اسمش نهاره چیز بخوره آدم بخوره نه نهاره چی خورده صبحونه هر چی خورده به قول خودش چیز خیلی خوبی بوده گفته که دو عصر هم قراره دفعه بیاد همون راه بریم فعلا تا یه جا پیدا کنم بسیار حالا ماهان فقط بر نخورم بریم بشیم دوباره میام خب
ماهان رو مثل غذاش خورده زنگ زد من گفتش که خوردم من یه جای خوب بگیرم الان گوشی رو برگه دوشم روی برگ تا غذایی بزنم و بزنیم خیلی بدک نیست ولی خوبه کنم ازتون نشیم با محبت نمیدونم چیز خاصی ندارم بهتون بگم فعلا برای همین دیگه یواشترش بریم سمت ماهان چون دیگه تدیه شهر خلاصه نمونده البته نه خیلی تشنمه یه آب برم بخرم که یه تشنگی برادرش واقعا گشتمه یعنی واقعا تشنمه اینجا هم یه تیکر فلافل افتاد واقعا تأسف‌باره همین دوباره بریم سمت مغازه دوباره ویدیو رو میگیرم براتون دوباره نشون میدم دیگه منظورمه بریم و بیم مراشم خیلی یخه من عادت ندارم با یخ من معمولا ولرم بخورم دخترم نتونستم ما رو برم در طول چیز میخورم مثلا من گرمی ببندم مامان هم میتونه مثل که اینجا من گفت غذا رو خوردی تموم شد یا این سمتی بزنیم هستش یه صداقی میاد خب نه نیستش من برم یه زنگ بهش بزنم بالاخره تونست یاسین غذاشو بخوره واقعا عجیبه واسه من الان زنگ زد بهم گفت بیا یه ساعت منتظر بودیم قشنگ ساعت 1:45 است من که 2 دقیقه آدامس خوردم اون 45 دقیقه طولشه فقط یه غذای ریزونه واقعا نمیدونم چی خورده فلافل خورده چی خورده نمیدونم اینم از این دیگه حالا دارم میرم اونجا گفتش بیا اینجا اینم من نمار واسه من الان 38 تومن مونده هنوز اون نمیگه نباید بگیم که به هم دیگه که چقدر مونده آره دیگه بریم سمت منبع آب اینجا منبع قدیمی داره یالا بزرگ خیلی بزرگ و آره فرسوده خیلی بزرگه یه لحظه خیلی بزرگ قدیمیه دیگه الان که استفاده ازش نمیشه گفتم بیاد اونجا چون سایه است فعلا بشینیم اینجا تا بعد خیلی گشتم خود آقای کلی بعد روز ضعف کرده بودم دیگه ماهان گفتش که سمت خیابون همین خیابون که همین کوچه این سمت راست میخوام کجاست همین بغلاست دیگه همین هستم اینجا هم یالی همین پس ماهان بیاد دوباره اینجا می بچه هم دارم بازی میکنم من قایب موشک بازی میکنن اینجا برای همین الان من میبینم حس به چیز میگیرم چی اسمش؟ نه مثلا بازی میریزن کنار نمیدونم چه حسی من خودم بچه کاره میکردم چون میومد بزرگتر بود یکی از من بعد من این علاقه رو در میوردم که باحال‌تر به نظر بیام مثلا همسن اونا من بچه بازی نمی‌کنم خیلی فرق داشت اینم ماهانه خب ما سمت هم دیگه تا بریم و دور برمیگردم دیگه کانتر میکنم آره با گوشی کانتر آفلاین بزنیم یه سر یه دست دو دست بزنیم آره هر چقدر بگذره بازم یه بازی بسیار قشنگه بحثی گذاشته از این کارو خیلی میتونی بازی کنیم فعلا
الان ساعت 2:03 با ماهان اومدیم و فعلا بازی کانتر تموم شد. حوصله‌مون سر رفته. من که فعلا حالا گشتم نیستش. تو چطور؟ تشنم نه من فعلا سیرم. من خیلی جا دارم. فعلا حالا بریم همینجوری بچرخیم تا سر. حالا بچه بقیه میدونن دیگه، حالا بعدش میفهمی حالا خودت دیگه. حالا ادیسون داستان ویدیو حالا خودش میفهمی. مجموع قدم بزنیم دیگه. هر چیزی نداری دیگه. فعلا بریم تا یه ساعت 2 ساعت. چه با اون ناهاری که ما خوردیم. سلام. آره با اون ناهاری که ما خوردیم مطمئناً الان دیگه گشتمون میشه. من اسرونه رو هم میذارم چون اختیاریه. من الان میگیرم میخورم دیگه. اینو یاسین اساسین سیس اساسین گرفته. سردم شده واقعا. فکر آتیشم روشن کنین شب. الان ساعت 5 مثلا شروع می‌کنیم. ماهانم که دیدید چند پیش رفت. یواش یواش داره هوا تاریک میشه. هوا خیلی سرد شده. هم یواش یواش یه کبریت چیزی باید برداریم. دیگه واسه آتیش روشن کردم. بریم الان. خب بچه‌ها معلوم کسی هست اینجا نه. کلوچه نادری گرفتم 5 تا. قیمتش میگم که بعدا مشکل نخوریم قیمتا رو اینا رو. کلوچه نادری ازشون خوردم همین دیگه. باز بریم. ساعت چنده؟ ساعت 5:05 یعنی ساعت 10 هستیم دیگه. یه شام میمونه. این اسرونه منه. شام میمونه بعدش دیگه باید همچنین تا 10 بمونیم بعد بریم. بچه ها ما رفته خرید با ایلیا گشنستون بابا همش میخره. صرف جویی کلن یه فلافل هستم خوردم. اون معدهش گشناده. تو گوگل بزنیم معده ماهان اومد. آره راش وایسا زمینه باید آقای ماهان گشنه از شما هم خوردیم. گشنه این چه ویدیویی داری دیدی؟ این ویدیوی چالش یک روز با 50,000 تومنه. باشه من نیفتم تو شما. من نیفتم. نمیخوای سلام کنی؟ سلام. خدا چقدر پول داره. ببخشید من اومدم یه شامی بگیرم برای چیز دیگه. آخر بازی دیگه اسرار رو که نخوردم. نمیدونم من شما 30 تومن داشتم. الان 30 تومن باقی مونده است. نمیدونم ما واسه چقدر مونده. اگه من یه شیر و کیک بگیرم برای شام فعلا تا حدی که شد یه ساعت 9 خورده ایه دیگه. یه همچین چیزایی بخاطر همین بگیریم یه خوبه دیگه به نظرم. فعلا برم تو مغازه بهتون بگم بتونم شیر کیک بگیرم یا یه دونه کیک خالی. خب بچه‌ها ساعت 9 یک سال دیگه نورم اینجا هستش. به زور داره نگاه میکنی. اینجا یاسینم اون ته اصلا معلومه اون مثلا اینجاست. چیزش بگن قراره شیر نسل بخرم شما دیگه 3 تومنه. ارزون ترین چیز ممکنه. فکر کنم تا فعلا احتمالاً من برندم. نمیدونم واقعا خودش عقیده‌ای داره برنده است یا برنده نیست دیگه. برم بخرم بیام دیگه. البته من دارم اینو نگاه کنم. اینجا نگاه کنم برعکس. ساعت 9 دیگه. ساعت 10 بشه تمامه. یعنی هیچ کاری دیگه نداریم. باید منتظر ساعت 10 شه دیگه. ساعت یه ساعت دیگه مونده دیگه. چیزی خاصی نمونده. تموم میشه این چالشه کلا. همین تا فکر کنم ویدیو بعدی که بخوام بگیرم خوردنه آخرین ویدیویی که از من میبینید. یاسین دیگه نمیدونم دیگه قرار چیکار کنم. خوردن فیلم بگیرم. اونجا ای ساختلایی میبینید یعنی ساختلایی شیرینی اصلا میبینید دیگه. 3 تومنه دیگه. 3 تومن هم کم میکنیم. همین دیگه بخوریم بریم. خدا بز دیگه فقط من خرید کردم 15 تومن شد. یه شیر خریدم و یه کلوچه برای شام دیگه. گفتم الان 15 تومن مونده دیگه باقی مونده ته پول دیگه. بعد الان من میخورم بعدش میرم حالا چند تا دوباره جایی که هستیم
بهتون میگم چون دیگه نمیتونم دیگه دارم میخورم دیگه نمیتونم فیلمشو بگیرم خیلی تاریکه برفکی هم میشه برام جای تاریک یه ذره الان کیفیت برای شما بد میشه اینجا خیلی بد میشه الان اصلا من معلوم نیستم دیگه آره من میرم میزنم حالا از بالا دستور اومده که اونورد نه اونم داشت هماهنگی می‌کردم خاصه اونم داره میره شامشو بزنه و که دیگه بیایم آخر چالش فعلا خب من زدم شروع کیفیه داره میاد الان همین اینجاست تحلیل معلوم باشه یا نه اینجا داره بیاد ببینیم چجوریه دیگه خب داره میرسه خب رسید به نظر تو کی برنده است؟ بیا تصمیم خودم گفتم تو ویدیو ما تو گفتم من با اون جوری که خرج کردم من فقط اولین خرج تو رو میدونم اولین خرج من خیلی بیشتر از مال تو بود درست 100%. حالا من نمیدونم بیا حالا شروع کنیم. آره دیگه در پولا رو یاری اصلا معلومه آره معلومه بیا برای نور بخوره اینجا آره معلومه 3 2 1 چقدر 30 تومن دقیق 30 تومن حتی بچه‌هام شاهدن چه چیزی خریدم چیا خریدی توضیح بده تو خب اولین چیزی که خریدم که اونو به یاسین گفتم انقدر اصرار کرد دیگه پاره کرد چیزی بود که بچه‌ها خیلی خوششون دیدن نونو سوسیس با بله شد 10 تومن خب شد 10 تومن بعدش یعنی یه جوری ناهار بکنم ناهار یه دونه آدامس خوردم که طبقه حسابش ناهار تیپو خوره اصلونه یه کلوچه نادری خوردم 5 تومن تا الان هنوز سیگیرم سرش کلوچه نادری اصلا نو خود فروشنده پیشنهاد داد دیگه همین الان همین تازگی هم شام خوردیم شیرین عسل خوردم 3 تومن شیرین عسل از همون چیزا انقدر بیاره جیر تو کیلو کلا خب دقیق من میخوام بگم دیگه حالا نوبت منه دیگه باشه نوبت منه من 15 تومن چرا؟ من تو همین الان 30 تومن داشتم رفتم مغازه چون من دیگه عصرا هم نخورده بودم واقعا گشتم شده بود دیگه خیلی گشتم شده بود یه شیر خریدم یه کلوچه من رفتم اونجا دیدم که اگه بخوام یه دو قلو بردارم پولم خیلی کم میشه دیگه همین به اصلا خب دیگه حرف دیگه برنده شد برنده ایشونه آره دیگه خب ببین تو بخاطر خرجی اول دیدی من تو فلافل اونجا من بگم دیگه من که تو بودم یه فلافل یه آدم خوردم نهارم یه فلافل خوردم فلافل با آب فلافل 15 تومانی با آب الان تو یه چیزی دیگه نمیتونم یه قبلیه که تا یا خرجی بالاخره همه بکنه نمیشه که دیگه یه گوشی خودم میگیرم آره دیگه اینا برنده خوده ولی همتون گرم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید اگه تا اینجا ویدیو اومدید حتما منو سابسکرایب کنید بله آره تا ویدیویی بعد اگه می‌خواید ولاگ‌های بیشتری بگیریم باهاتون با ماهام تا ویدیویی بعد قراره من با این ویدیو بذارم حالا آره قراره ویدیویی مشترکات تو کانال‌های هم دیگه بذاریم همتون گرم تا ویدیویی بعد بریم